معرفی دانشمندان، برنامه از رادیو کتاب، دریچه به سوی دانایی. در عصر حاضر گاهی علم و تکنولوژی بلای جان آدمی می شود. متاسفانه عصر حاضر چنین وضعیتی دارد، اما خوشبختانه دانشمندان پیدا می شود که سختی های فراوان را تحمل نموده و اینک در بلندترین قله دانش استاده‌اند. یکی از همین بزرگواران پروفسور صاحب شفیق یونس است. کار کردم و بالاخره در سال 1966 من امی دکتری خود دفاع کردم و اولین دیپلم دکتری خود گرفتم و اینال دمی 4 سال از 62 ما آمدم تا 66 4 سال بود. من کوشش کردم که در 8 سال در پالی از این دکتری خود یک چیز دیگه هم بخوانم که میشه به دردم بخوره در وطنم. بازمون بود که در فاکولته طب من رفتم اول چیز خواندم، امی آفات سمارکی را، آفاتی که در توسط سمارکا مثلا کاندیدوز که شاید مشهور است نیگپا، اینیا را خواندم و اون مایکولوژی دیدی میگن و این چیز را گرفتم، مالیکاری که گرفتم آلماستری میگن و وقتا دیپلم سوپریور میگفتن فوق‌العاده. همون امتحان کانکور اگریگاسیون میگن، همون اگریگاسیون کانکورش تیر کردم و نمورم اتفاقا خداوند امروی من مددگار بود همیشه و من کامیاب شدم. بعد از 2 باز من به اصطلاح تایتل پروفسور گرفتم. وقتی که تایتل پروفسور گرفتم پس که در نانسی آمدم من مقرر شدم به حیث پروفسور در فاکولته دواسازی نانسی، شهر نانسی. اینمی وقت سال 1971 بود. صبح چای میخوردیم، سر چای بودیم، گفت شفیق بچه میگم باید بگویم که من هیچ وقت از وقتی که خودت جوان شدی ما در زندگی هیچ کدامتان مداخله نکردیم، ولیکن پیش از اینکه من پس وطن برم یک گپ برات میگم با دل قبول کردی، دلتان قبول کردی، نمرای خانمت مشوره کن و دلتان قبول نکردی و مسئله نیست. بفرمایید. گفت تو از که نمی خودت که امروز در این شهر نانسی در این فاکولته پروفسور شدی، اینمی از خیرات مردم افغانستان است. چرا که در افغانستان وقتی که تو در مکتب بودی تمام مصارف مکتب، وقتی که در فاکولته بودی تمام مصارف فاکولته کل از مالیه پرداخته میشد که اون افغانا میدادن و در اون مالیه غیر از این که کسای پیسه‌دار دیگه پا شامل بود، حتی زن بیوه و اولاد یتیم هم شامل بود و لحاظا تو از پیسه اونمو تو آدم‌ها تربیه شدی و بنابراین کشورت سر تو حق داره که تو بری و در اوج خدمت کنی. ادبستان، یادآور آداب گفتار و نوشتار درست، درس‌های مختصری از دریای بیکران ادب فارسی و زودی از رادیو کتاب. با نام و یاد خدای علیم و حکیم. دانش و دانشمند سازنده ترین نقش را در حیات انسان بازی می کند. انسان از نخستین گام بر روی زمین در جستجوی دانستن و آماده نمودن زندگی بهتر برای خویش بوده است. در عصر حاضر علم و تکنولوژی چنان پیشرفت نموده و گاهی این علم و تکنولوژی بلای جان آدمی می شود. متاسفانه عصر حاضر چنین وضعیتی دارد، اما خوشبختانه دانشمندان پیدا می شود که سختی های فراوان را تحمل نموده و اینک در بلندترین قله دانش استاده‌اند. یکی از همین بزرگواران پروفسور صاحب شفیق یونس است که در برنامه اولی در مورد نوع روغن صحبت نمود و امروز در مورد سرگذشت خویش و این که چگونه زبان لاتین را یاد گرفته و از کی یاد گرفته صحبت میکند.
پروفسور صاحب یک دنیا تشکر که باز دعوت رادیو کتاب قبول کردین و از شما می آموزیم. مهربانی صاحب. از همه چیز سلام به شما و تمام کسایی که گپای مرا گوش میکنن سلام و احترام تقدیم میکنم و امیدوار هستم که همه ایشان به حق ما دعا کنن. ما هم گپای پیشتر خود روز خود دوام میکنم. تو وقتی که فرانسه آمدیم بعد ریسرچ به خاطر به دست آوردن دیپلم دکتری اول من استاد ما بر ما گفت که چون رشته ما نباتات است تا زمانی که ما زبان لاتین یاد نداشته باشیم همون رشته نباتات پیش برده نمیتونیم. لازم ما برشان گفتم خود سعیست من میرم به فاکولته ادبیات ثبت نام میکنم زبان لاتین یاد میگیرم. لیکن استاد ما یک هدف دیگه داشت، گفت که نه لازم نیست من یک کسی رو برات معرفی میکنم به وقت کم برات زبان لاتین یاد بده. گفتیم خب. آدم بود که ما را گفت روز شنبه بیا امرای ما یک جای میبرم تو آدم برات معرفی میکنیم. باز روز شنبه رفتم خانهش، باز از اون جای امرای ما رفت در شهر در کشور لوکسامبورگ که همسایه فرانسه است در یک صومعه عیسوی و در اوجه بر ما یک کس را معرفی کرد که نامش بود پیر د لگخت، یعنی فادر لگخت. اونمو آدم بر من معرفی کرد که زبان لاتین بر من یاد بده و او آدم هم بر من گفت که در هر روز شنبه بیا، شنبه و یک شنبه ما تو درس میخوانیم، بود یک شنبه پس بود. لازم در هر شنبه و یک شنبه میرفتم در موسومه، یعنی یک مرکز چی بود مذهبی بود. اونمو چه زبان لاتین بر من تدریس میکرد، اما از چطور تدریس میکرد؟ از روی بایبل تدریس میکرد. یعنی من کتاب درسی من بایبل بود. بعد از یک مدتی که من زبان لاتین یاد گرفتم از روی بایبل، معلوم بود که امی پیر د لگخت برای من گفت که نشفیق کنال تو زبان لاتین هم یاد گرفتی، خوب شد، مبارکت باشه. لیکن در عین زمان چون تو بایبل خواندی تو میفهمی که عیسویت چیست، فهمیدی که عیسویت چیست، نال من تو را دعوت میکنم که تو با ماش بیایی. آزمی بود که من برش گفتم که پیر فرموده شما سعیست، لیکن من خدمت شما عرض کنم که من افغان هستم، در فرهنگ افغانستان استاد منزله پدر داره و اینال شما استاد هستین، شما منزله پدر مرا دارین و در فرهنگ افغانستان هم اولاد حق نداره که امرای پدر خود دیسکس کنه و این چیزی که شما برای من پیشنهاد میکنین یک گپ بسیار مهم است، برای این که من 22 سال یا 21 سال عمر خود به می مذهبی که دارم پیر کردیم و تبدیل کردن از این یک کار آسان نیست. شما اگه برای من وقت بتین که من فکر کنم. گفت سعیست و برای تو وقت میتونم، برو فکر کن. ما آمدم بایبل وقتی که خوانده بودم تمام جایایی که مخالف طبیعت بود، مخالف انسانیت بود، مخالف زنا بود، اینمیاره یادداشت کرده بودم. من طور مثال براتون بگم که در بایبل آمده، حال ما یادم رفته در کدام قسمتش به هر صورت آمده که وقتی که تو این سرزمین اشغال میکنی اونم زنا و دخترها رو میبینی، تو یک زن اسقاط چون خوش کو بیارش در خانه گتیش ازدواج کن. اینا یک مدت نگاهش که اگه خوشت آمد خوب، اگه نه که نامد این از دمی گنده مویش از پشت سرش بگی ببرش تا دروازه شهر، از دروازه شهر رو سپرتش خارجش کن. و دیگه مثلا میگه که وقتی که تو میرسی در شهر تو اول مزارعش تخریب کن، تمام حیواناتش بکش، انسانایش بکش، کامل کل قدرت برش بگی. اینال این گپا در بایبل آمده بود و خب امثال هم دیگه بسیار زیاد سال کلش نمیخوایم وقت تانه بگیرم. بعد از او باز ما وقت پس امی مطالبه که در بایبل آمده بود این میاره ما در قرآن مجید جستجو کردم پیدا کردم که مثلا حقوق زن در قرآن مجید با مرد مساوی است.
هیچ تفاوت ما بین مرد و زن وجود نداره. در هر جای مؤمنین و مؤمنات گفته شده، مسلمانان و مسلمات گفته شده، حتی در خلقت بشر که در بایبل گفته شده که از طرف چپ مرد خلق شده، در اونجا قرآن مجید میگه که انما خلق علیکم من نفس واحد، ما از نفس واحد یعنی از یک جسم واحد، از یک حجره واحد انسان خلق کردیم، با حضور مالدار و خانمشم پیدا شده. یعنی گپا رو کل از این یادداشت کردم. اما یک جلد قرآن شریف هم به زبان فرانسوی هدیه کردم از بازار و همین بایبل امرای همون جلد قرآن شریف بردم برای می پیغ دلگخ. گفتم اینال پیغ اینم آمدم بعد از فکر کردن، اینم فکر کردم اینی رو برتان آوردیم، اینمی چیزها رو شما ببینین در بایبل هم با ما تدریس کردیم و این در قرآن که کتاب ماست دهی هم ببینین. اینال باز اگر شما با وجود از این گپا میدیدین که یعنی عیسویت یا بایبل تفاوت داره، شما برای ما عمل کنین، ما ممکن است قبول کنیم و در غیر از او من متاسف هستم من قبول کردن نمیکنم. خب همیه را برش دادم و باز یکی 2 هفته بعد یا 3 هفته بعد رفتم باز که باید جوابش بگیرم. رفتم 2-3 هفته بعد این پیغ بلگرد من گفت شفیق ما از تو چیز خواهش نکردیم، تو از من چیز نشنیدی و تو هم بر من ای چیز نگفتی. گفتم بازونه بود که من آمدم در فاکولته و ثبت نام کردم و ایگه پا بازنال کسی پیغ دلگرد است که چندین سال بعد از این واقع مریض شد و در یک شهر فرانسه که نزدیک شهر نانسی بود و شهر تیانویل نامش بود، در شفاخانه دولتی اونمو شهر بستر شد. اینال چون که استاد ما بود و دیگر این که عیادت مریض سنت از هر کس که باشه و لازم ما و خانه در هفته رفتیم بر عیادت ازی. چندین هفته رفتیم و بالاخره در آخری هفته که رفتیم این بر ما گفت که شفیق یک چیزی باید بگویم، امو چندین سال پیش یادت هست ما بر تو چی گفته بودم؟ گفتم بله یادم هست، خود اگر حال گذشته ها را بگذاریم. گفت نه اون وقت تو اقبه جانب بودی، موقف ما برم اجازه نمیداد که یعنی معنای گپشی بود که موقفش برش اجازه نمیداد که مسلمان شود. اینی قصه پیغ دلگرد بود. بعد از او باز یک قصه خلاش باز رفتم اولین تیز ریسرچ خود شروع کردم و اولین ریسرچ هم سر نباتات افغانستان بود، سر صفات گیاهشناسیش و سر صفات کیمیاویش و ترکیب کیمیاویش و تاثیرات زهرآگینش و غیره و غیره. اینال به خصوص از دو گروه نباتات افغانستان ما کار کردم که یکیش در افغانستان در پشتو توردانه میگن و یا سیادانه. نه توردانه بیشی دیگه چیه داتوراست و در فارسی داتورا و کچله و این تورا میگنش. و بعد از او یک گروه دیگهش که او را در پشتو کویی بنگ میگفتن و در فارسی بنگک دیوانه و دیگه مچم ککره خاردار و این تنباکوی کویی و گپا میگفتن و از همین نباتات هیچ کنه یک 8-9 تا یا 10 تا بود و نصر نظمه ما قسم چیزایی که عرض کردم کار کردم و بالاخره در سال 1966 من امی دکتری خود دفاع کردم و اولین دیپلم دکتری خود گرفتم و اینال دمی 4 سال از 62 ما آمدم تا 66 4 سال بود. من کوشش کردم که در هر سال در پالی از این دکتری خود یک چیز دیگه هم بخوانم که میشه به دردم بخوره در وطنم. بازمون بود که در فاکولته طب من رفتم اول چیز خواندم امی آفات سمارقی را، آفاتی که در توسط سمارقا مثلا کاندیدوز که بسیار مشهور است نیگپا اینیا را ما خواندم و اون مایکولوژی تیبی میگن و این چیز گرفتم مافیکری که گرفتم آلماستری میگن و وقتا دیپلم سوپریور میگفتن فوق‌العاده. بعد از او آمدم و همون فارماکولوژی رو خواندم و همون یک دیپلم دیگر گرفتم ماستریشه و بعد از او باز دیپلم کیمیای عضوی رو خواندم ماستری گرفتم. یعنی
بعد از او باز رفتم افغانستان و اونجا مقرر شدم در فاکولته داروسازی کابل. و اونجا من 1 سال یا 1.5 سال همونطورا بودم که در سال 1968 یک قانون پاس شد در فرانسه که برای خارجی ها هم دکتری دولتی داده شود. چرا پیش از 1998 تمام خارجی هایی که در فرانسه دیپلم دکتری می گرفتن او یک دیپلمی بود که در خارج از فرانسه اعتبار داشت اما در داخل فرانسه اعتبار نداشت. بعد از 68 همین چیز پاس شد. این حال من یک استاد داشتم از قدیم، استاد فارماکولوژی ما بود در وقتایی که من ماستریش میگرفتم که اونمون وقتی که این قانون پاس شد یک بورس فرانسوی در کابل روان کرد که شرایطش همین بود که یک آدم این بورس بتین که هم یک دکتری داشته باشه و هم ماستری 2 تا داشته باشه. وقتی که بورس در کابل آمد در فاکولته دواسازی کابل غیر من دیگر کسی تو نبود که هم ماستری داشته باشه و هم دکتری و لحاظا مرا امی بورس دادن. ما آمدم پس در فرانسه برای دیپلم دوم دکتری خود که دکتری دولتی بود و بازم سر نباتات افغانستان کار کردم که از اون جمله همه تمام نباتاتی که به اصطلاح خوشبوی هستن، عطر تیل مفر دارن، من اینا همین نباتات خواص گیاهیشان و ترکیب کیمیاویشان و خواص فیزیکی و خواص فارماکولوژی که گپایشان کار کردم. همینجا اندفام هیچ کنی بخشل من که 10 نوع از این نباتات بود که کلش از خانواده پودینه میگن یا خانواده نانا بگویم. مثلا در پشتو ویلن میگفتن و در فارسی پودینه و دیگهش مثلا در پشتو هاشا میگفتن و دیگه گلبخور میگفتن و دیگه اون دیگه خوی نمی نباتات یک عالم بود. حاجت نیست من کلش نام بگیرم. در حدود 10-12 نبات افغانستان با سرش کار کردم. در سال 1971 من همین دیپلم دوم دکتری خود گرفتم، یعنی دکتری دولتی را. بله. اینال یک قصه بسیار مهم در اینجا است که وقتی که من دکتری دولتی خود گرفتم من کاندید شدم برای مقام پروفیسوری در دانشگاه پاریس. باز اینال از نانسی رفتم در پاریس و همون امتحان کانکور اگریگاسیون میگن، همون اگریگاسیون کانکورش تیر کردم و اونم اتفاقا خداوند امروز من مددگار بود همیشه و من کامیاب شدم. بعد از دو باز من به اصطلاح تایتل پروفیسور گرفتم. وقتی که تایتل پروفیسور گرفتم پس که در نانسی آمدم من مقرر شدم به حیث پروفیسور در فاکولته دواسازی نانسی، شهر نانسی. بله. اینمی وقت سال 1971 بود. اینال دمی زمان یا در 70 من مقرر شدم در 71 خدا مغفرت کنه جنت جایش باشه پدر مرحومم خوام کیمیادان بود. او دعوت شده بود برای یک کنفرانس سیمینار در پاریس که آمده بود. بعد از این که او کنفرانس خود در سیمینار داد و من خبر شدم که آمده معلومدار، من رفتم از پاریس گرفتمش آوردمش خانه ما. خانه ما آوردم 10 روز امرای ما بود و بسیار یک استاف فوق‌العاده بود. چرا در اون زمانا تلفنی گپا نبود که ما اول پدر و مادر خود و برادرای خود و بیای خود هر کس نمیتونست بگیریم. اون خط نوشته میکردیم و خط دیر دوام میکرد و با جوابش میامد. خب برعکس بسیار یک چیز مهم بود که من برم میره از پاریس بگیرم بیارم خانه خود. آمدیم در خانه ما 1-2 روز پیش از رفتنش صبح چای میخوردیم. سر چای بودیم گفت شفیق بچه میگه باید بگویم که من هیچ وقت از وقتی که خودت جوان شدی ما در زندگی هیچ کدامتان مداخله نکردیم، ولیکن پیش از اینکه من پس وطن برم یک گپ برات میگم با دلت قبول کردی، دلتان قبول کردین امرای خانمت مشوره کن و دلتان قبول نکردین و مسئله نیست. بفرمایید. گفت تو است که نمی خودت که امروز در این شهر نانسی در این فاکولته پروفیسور شدی، اینمی از خیرات مردم افغانستان است.
چرا که در افغانستان وقتی که تو در مکتب بودی تمام مصارف مکتب، وقتی که در فاکولته بودی تمام مصارف فاکولته کل از یا از مالیه پرداخته میشد که اون افغانا میدادن و در اون مالیه غیر از این که کسای پیسه‌دار گپا شامل بود، حتی زن بیوه و اولاد یتیم هم شامل بود و لحاظا تو از پیسه اونمو تو آدما تربیه شدی و بنابراین کشورت سر تو حق داره که تو بری و در اوج خدمت کنی. اینا دلت که میری دلت که نمیری. گفتم خوب خیر باش. باز اما بود که پس مرحوم خداوند مغفرت کنه رفت افغانستان و ما و خانم مشورت کردیم و اینال مالدار همونطور که من فامیل داشتم در کابل، اون همونطور خانم هم در کابل فامیل داشت و غیر هم خطا دیدواری هم نبود و تلفن هم نبود گپا نبود دیگه. لحاظا مشورت کردیم گفت والا چه خوب گپ است میریم. باز رفتیم ما رفتیم در سال 1972. اینال در 1972 وقتی در افغانستان رفتیم با وجود از اینکه من در اینجا پروفسور دیپلم پروفسوری داشتم، اونمو را در چی میگن در پوانتون کابل قبول نکرد، من پوانوال ساختن ایواد یک پوان سازن. باز این بود که در قرارداد نمیتونشته بود، در قرارداد مابین فرانسه و افغانستان هر کسی که در اینجا همون رتبه‌ای که در فرانسه برش داده میشه که در اینجا داده نمیشه او حق داره که دوباره فرانسه بیایه در اینجا کار کنه. باز اونه بود که همون خداوند مغفرت کنه یکی از دکترای طب بود، اونمو هم دکتری دولتی داشت و اونمو هم در اپلیکاسیون کامیاب شده بود. با در دوی ما رفتیم در سفارت فرانسه و گفتیم که ما را قبول نکردن. باز اونا یک مکتوب بر ما دادن. با در دوی ما این مکتوب بردیم در پوانتون دادیم. باز اونا بود کردیم ما پوان شدیم. اینال ای بود کسی امی چیز. اینال وقتی که من افغانستان رفتم من ایره بسیار به وضاحت میگم و به طور بیشی آزادانه میگم که آنقدر خدمتی که من در دمی امور گیاهشناسی و نباتشناسی و گپا یعنی مسلک خودم اتنوباتنی در افغانستان کردیم، هیچ کس در افغانستان من خدمت نکرده. از جمله خدمات من یکیش براتون قصه کنم. طب سنتی افغانستان من یعنی مطالعه کردیم دی و دی و قریه به قریه و شار به شار، جای در موتر، جای به ببخشین سواری اسب و مرکب و جای هم به پای پیاده رفتیم. یعنی کل افغانستان از پامیر تا به از شمال تا جنوب و جنوب تا از مشرق تا مغرب کلش گشتیم و یادداشت کردیم نامای نباتات و اونمون نامای نباتات که ما اول یادداشت کردیم برای اول دفعه نامای پشتوی نباتات در افغانستان به تبر رساند. بعد این نامای نباتات مهم نبود و طب سنتی افغانستان من مطالعه کردم و که چی را به کدام مطلب به مصرف میرسانن. بازی را اون نشرات داشتیم در افغانستان نشر کردم. اما گپ مهم ایست که یک روز صبح 8 بجه صبح بود، من در خانه بودم، من روز فاکولته نرفته بودم که از وزارت صحت آمد یک تلفن آمد از نظر محمد سکندر، او وقت وزیر صحت عامه بود در وقت مرحوم سردار محمد داود خان وزیر صحت عامه را. من چی نمیگفتم وزیر صحت گپا چون تو بسیار دوست پدر من بود، ما رو کاکا میگفتم، کاکا نظر. این حال کاکا نظر تلفن کرد من را گفت که بچه در گلران هرات یک مرض آمده که تا به حال 30,000 نفر مرده و ما از چیز از دو وقت روسیه شوروی بود از اونجا متخصصین خواستیم که بیاین این مرض تشخیص کنن و تداوی شود. هیچ تشخیص نشد. و بعد از اون باز گفت از انگلستان یک هیئت دیگه دکترها را خواستیم و هم تشخیص کردن نتونستن، رفتن پس اونمون تو یک رنگ مردم مرده میره. همون مرض هم نامش شکم پربادک است. کسی که مریض میشه شکمش بلند میشه میپنده بود از اون خاطر پربادت میفته. این میره تو برو بیریش چی کن. من گفتم کاکا من دکتر طب نیستم، من چی کردم میتونم مده اوجه برو هیچ فایده نداره رفتن من. نه گفت بچه تو برو من سر تو اعتماد دارم. گفت که من گفتم والا خود خیر ببین خانه تان آباد اعتماد داره لیکن من امیر هیچ فایده است رفتن من رو ببخشین من رفتن نمیتونم. گفت در صورتی که تو رفتن نمیتونی، گفت من این دفعه به حیث وزیر سر تو امر میکنم.
وقتی که امروز آنجا رفتم امروز ما همیشه وقتی که میرفتم در تمام همی بیشتر عرض کردم که دیباده و قریه به قریه میگشتم همیشه امروز ما یکی اسیستان ما بود که همون تکنیشنی که کارهای کیمیاوی تو گپای نباتات میکرد اونمو همیشه کتیمه بود در کل سفرها و یکی هم خداوند جنت برین جایش بسازه همون درایور ما بود سرور که او رو با پرچمی ها گرفتن و ایدام کردن. باز اینجا رفتیم طرف ایرات و برای سرور درایور ما یک چند رو پیک دادم و گفتم اینه میره بچیم برو گوشت و برنج و هر چی که میخری ترکاری هر چی که میخری خوردنی با چرا اجازه نیست در نمو گلران که ما شما میدیم یک ریزگی یک چیز بخورید چرا که نمیتونیم کامل از اون مرض چیز و رفتیم و نمونجا تقریبا 10 یا 15 روز پاییدیم کامل مرض من نیافتم. یک روز ما و امو اسیستان ما در رو نامش زمان حکیمزاده بود قال نمیفهم که اما میفهم که در اروپا در کدام مملکت هست و در کجاست نمیفهم. به هر صورت زمان حکیمزاده همراه ما بود امور برآمدیم از اتاق خود که بریم باز بپالیم ریسرچ کنیم بپالیم یعنی برآمدیم دیدیم که در دان دروازه اتاق ما عسکری که محافظ ما بود اونمو شکمش کندیده افتیده مرده. همینجا من زمان گفتم زمان بچیم همینجا اگر ما اینه 2 روز شد 15 روز که هستیم نشه کمی اینمی رقمی 1-2 روز بعد موتا ما میتونه نشیم بیا بس از دیگه نیافتیم میریم دیگه. گفت خب استاد هر چی شما میگین خب مقصد گفتم لیکن پیش دیگه بریم اینالی این گلران ایراد هم سرحد ایران است بیا که یک چکر دمی گلران چکر بزنیم ببینیم که این کدام آثار و ساختمان های تاریخی و تو گپا داره نداره مسجدش چی رقم از کلی گپا را بریم سیل کنیم باید میریم. گفت والله بسیار یک نظر خوب است میریم دیگه ما زمان حکیمزاده تکنیشن ما بود نامش نسیم بود ما نسیم سرسفید میگفتم برای دیگه در جوانی کل مویاش سفید بود. اینا ما برآمدیم کم ترکایی بریم مال گلران ویزیت سیل کنیم چی داره و چی نداره چند تا عکس بگیریم تو هم ترکایی دمی لب مزارع گندم میرفتیم یک دفعه نظر مفتاد که در پالی هر بوته گندم یک بوته دیگه است و همی دانای از بوته برابر دانه گندم است. همون گرفتم دانایش یک چند دانهش گرفتم نبات چرمک میگفتن بازونمون گرفتم و بر نسیم دادم هم نسیم سرسفید گفتم میره نسیم جان تو چیکو اینی گپار کویتو اگه در آخر یک رسوب کت عامل مرض اینمی چرا اینمی دانه ها برابر دانه گندم است وقتی که قلبیل میکنن ایتر نمیشه آرد میکنن میخورن عامل مرض شده میتونه خوی همی کار را کت نسیم اگه زنده است یادش بخیر و اگه فوت شده خدا ببخشش به هر صورت یک 3-4 ساعت بعد یا 5 ساعت بعد آمد گفت که پوانسک این توی ببی رسوب کده و در اونجا دیدم که یک رسوب سفید است یعنی من فهمیدم که اونمون چرمک که میگفتن الیتروپیم نامش است در زبان لاتین اونمون الکالایدهای بسیار سمی شدید داره. بازمون بود که آمدم همراه همکارای خود درایور خود و دیگر 2 همکارم در ساعتامه ایراد همون رئیس های ساعتامه را گفتم که من خواهش میکنم که تلفن کو به وزارت تنها در ریاست از وقت تلفن بود دیگه جای تلفن نبود که من کاکو نظر گپ بزنم همونجا یک تلفن کو که من قصه گلران بکنم خوی گرفت تلفن کرد و همون وزیر صاحب ساعتامه خدا مغفرتش کنه جنت بذاریم جایش باشه همون خودش گرفت و گفتم اینه سلام بعد سلام علیک گفتم اینه من فکر میکنم که عامل همین مرض یافتم ولی که این آسان کار نیست. لمبر 1 گفتم 10,000 نفر اینمیاله در اینجا شکم پربادک دوچار است. اینمی 10,000 نفر بسیار وقت کم داره مکسیموم 1 هفته وقت داره باید کل از یاد شفاخانه افغانستان برده شه و سیروم داده شه دیگه تداوی هم نداره فقط سیروم داده شه کمی زهر از بدن از جاد خارج شه. یکی دوم همی تمام مزارع گندم یا تخریب شوه یا در داده شوه کل گدامای گندم هم در گلران از کلش ضبط شوه و تلف شوه. با نظر خداوند مغفرت کنه جنت جایش باشه. در اون زمان اینما تو یک حکومت بود در افغانستان که گفت شفیق بچیم پیش از این که تو از گلران برایی اونمونجا 1 نفر مریض نمیمانه
و اونم کل مزارع رو کلش تخریب میکنی. یعنی شما فکر کنین، باور کنین این گپ مرا که ما یعنی از این گپ، از این تلفن ما 2 ساعت تیر نشده بود. رفتم در گلران، هم هلیکوپتر آمد، موترای سرویس آمد، هم موترای لاری آمد، هم موترای مچم تیز رفتار، هر رقم موترا و همه چیز آمد و اینمی 10,000 نفر از صبح اونمو رو تا به شامش کلش انتقال دادن در تمام شفاخانه‌های ایراد و قندار و مزار و کابل و کل ولایت ها، چرا که 10,000 نفر بسیار نفر است. اینا رو انتقال دادن و خلاص شد. بعد از اینمی 10,000 نفر علاج شد. یعنی یکی از خاطرات بسیار مهم من، غیر روغن ارگان که روز گفتیم که وام در اثر اونمو چشم دید است. یعنی من دیدم که مردم فرق داره، اینجا من دیدم که زمین زراعتی فرق داره از کل جایی. بازی نمی بود که مریضا کلشان درمان شدن و منپس کردن و افغانستان. بازنال معنی کل راپور خود نوشته کدوم بر وزارت صحت‌عامه معلومدار باید میدادم نه. اینال اونمونجا یک آدم بود، یک دکتر صاحب بود، او رئیس شفاخانه چی بود دمی نزدیک چنداول که بود، این رئیس اونمون شفاخانه بود. اینمی راپور مرا از وزارت صحت‌عامه گرفته بود و اینمی راپور مرا به زبان انگلیسی ترجمه کرد و در یکی از جراید بسیار فوق‌العاده مهم انگلستان اینمی موضوع چاپ شد. لیکن اینال امی آدم من نامش نمیخوایم بگیرم، میفهم که در امریکا تو بندیست، دختر تجاوز کرده بود. اینال در فرانسه در اون زمان قانون بود که هر کسی که نامش در آخر امو ناما بود اونمو مسئول اونمو ریسرچ بود. ولی ای آدم اینمی راپور مرا به نام خود چاپ کرده بود، نام مرا در آخر آورده بود. واده که من چندین سال بعد در اینجا آمدم برای فرانسه، در کاندید مقام پروفیسر شدم. اینمی تو یک پوبلیکیشن هیچ کس نداشت که دموت یک مجله چاپ شده باشه، اینمی که 10,000 نفر نجات داده باشه. اونم بود که بعد در اینجا برای من نام پروفیسر دادم. و در اینجا وقتی که من پروفیسر شدم، معلومدار گپ است که ریسرچ های زیاد کردیم و اکثر ریسرچ هایی که ما کردیم در معلومدار سر خود فرانسه بوده و کارهایی که در افغانستان کرده بودم همون کارها رو برای فرانسه هم کردیم. بعدین یک چیز برای من یاد بتین در فی آینده، چرا تا وقت یاد ما بره، چرا مال عمر من از 84 تیر است، هر چیز یادم میره که ما در هفته آینده باید یکی سر مسئله نام نباتاتی که در قرآن مجید غلط ترجمه شده سر از این بزنم. و دویم یک چیزی به نفع بازم خدمتگار تمام وطندارای خود هستم در هر جایی که باشم که خدمت یکی از خدماتی که ما کردیم در اینجا او را به اطلاعشان برسانم که مربوط به صحت عامه کل ما و شماست. چی در امریکا باشیم، چی در کانادا باشیم، در هر جایی که باشیم، در یک جای زندگی میکنیم که ما همیشه در یک محیط چی میگن که پولیشن در جزیات، یعنی در یک محیط کثیف زندگی میکنیم. بله. ما یکی از ریسرچ های ما اینمیست که این مؤثرات تحریه اینمی محیط تا 48% پایان میاره. اینمی بر ما یاد بتین که ما یادم نره تا وقت بازو سیشه رو وقت کنم. رادیو کتاب متعهد به بی‌طرفی رسانه‌ای، همگام با نویسنده ها و همسو با حقیقت. بیننده های گرامی، همچنان که ما پیش بینی میکردم که دانشمندای وطن ما هنوز هم افتخار میآفرینه، شما دیدین که پروفسور صاحب شفیق یونس چقدر با تواضع و مؤدبانه از کیان حریم اسلام دفاع کرده و استادش چقدر متواضعانه متوجه ساخته که ما پیروی از این کتاب به اینی دلایل میکنیم. و نکته دیگه ای را که بیان فرمودن، دیدن که 10,000 انسان هموطن ما را با کمک دولت زمان، یعنی زمان داود خان شهید، از مرگ نجات داده و صد البته که نقش وزیر و نقش دکتر صاحب و همکار تکنیکیشان هم نقش بسیار بسزا است که تانسته عامل از او مرض در او زمان شناسایی کنم. امیدوار استم بار دیگر وطندارای گرامی
به سوی صلح و آشتی و محبت و الفت به همدیگه پیش بیایند تا بتوانیم افغانستان مجددا به سوی رفاه و به سوی ترقی پیش ببریم. بسیار تشکر پوهان صاحب بزرگوار از وقت گرانبهای شما. فعلا خدا نگهدار. و بیننده های گرامی شما هم تقاضا میکنیم برای تقویت علم، دانش و عمل لطفاً سابسکرایب، انتقاد، پیشنهاد و پسند از رادیو کتاب دریغ نکنین. ادبستان، یادآور آداب گفتار و نوشتار درست. درس‌های مختصری از دریای بیکران ادب فارسی. و زودی از رادیو کتاب. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.